اگه میخواین جنسیت جنینتون رو تعیین کنین و اگه پسر میخواین این ویدیوی منو سیو کنین و برای دوستاتون که میخواین بچه پسر بیارن بفرستین. رژیم پسرزایی چطور هستش؟ اولا اینکه در پسرزایی باید تخمک‌های شما یک کیفیت خوبی داشته باشه و از طرف دیگه اسپرم ها هم کیفیت خوبی داشته باشن، از نظر سرعت حرکت، از نظر تعداد اسپرم ها همچین نرمال باشه. چرا؟ چون اگر اسپرم قوی باشه و تخمک هم قوی باشه احتمال اینکه بچه پسر بشه بیشتر هستش. برای تغذیه غذایی هم بهتره که لبنیات کم مصرف کنین و از طرف دیگه نمک و پتاسیم رو افزایش بدین. مواد غذایی مصرف کنید که پتاسیمش بیشتره، مثل موز، مثل آووکادو، از میوه‌ها و سبزی‌های تازه استفاده کنید. کالری دریافتی مادری که میخواد پسر بیاره باید بالا باشه. ممنون، چند پستم رو شیر کنید.